мардум як журналисте ба шумо савол бидиҳад ки оё шумо бовар доред ки замин ва осмон ва ситораҳоро худованд офаридааст, шумо ба ин савол ҷавоб намедиҳед, не? Қуръон энциклопедия нест ки мо аз вай маълумотҳои илмиро ҷустуҷӯ. чизи дигар аз астрономия, аз нуҷум мара бисёр ҳайрон мекунад ва ҷониби худ мекашад. ин хуб будани ҳамин маъниҳо, будани ҳамин далелҳо дар Қуръон аст. воқеан ҳам шумо ба ин чиз таваҷҷӯҳ мекунед? чизҳое ки дар Қуръон омадааст бисёр чизҳои примитив ва содда аст. асри 7 пайғамбари ислом ҳазрати муҳаммад савол медиҳанд ки чаро гирифти офтоб ба амал меояд? ҷавоби аз нигоҳи илмӣ дуруст дода намед. ҷавоби аз нигоҳи илмӣ дуруст дода намед. вале ҷанбаи ҷаҳонбинии Қуръон камтар аст нисбат ба ҷанбаи ахлоқиву идораи зиндагӣ ва мақсади илм ё ин ки имкониятҳои илм ҳанӯз ҷавоб дода наметавонад ки масалан худо ҳаст ё нест. барои ҳамин ҳам дар доираи илм ҳастии худоро ҷустуҷӯ кардан ҳам ин як чизи дуруст нест. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم اما یک کسرت کثافت در دین از شام تماشا کم کاش تماشاش نمیکنم حضرت دین نگوه که خواه ندیدم. چی را تماشا کنی که نفهمیدم؟ یک بچه تماشا کنم یک ژورنالیست دیگه سوالش میتن نعوذالله توبه کنم خدا پیغمبر او را دروغگو برآورده سه این را تماشا کردی؟ نه ندیدم. کی چیم دارم مردک رادیوی وطن در کار میکنه سبحان جلالی ساید همون در دو همونجا دای وجود بدن الله این کار میکنه باور که این را تماشا کنم والله قسم در تاجیکستان بودم اگر یگان بالا را از سر همون میوارد ما یگان کار باید نکنیم تو یه شهروندمون برادر تی شهروندمون عقیده خی چک کنی در تاجیکستان هستم اگر همه دین ما باور کنه جا قریب روز شید چشم خواه ندید برادر گرامی در یک مسئله شهروند عادی یک گپ میزنه آزاد ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم مورم اگر دولتم گیریم یا آدم بخیزه یا گپ زنه و باید نبریم یا چیش عقیده و اظهاری نظر کردن اومده ما یگان کسی برای اظهاری نظر زندانی کردنی نیستیم ما میخواهیم که یک دولت اکنه که دولت تمام اقشار مردم زندگانی کنه شما برای یک چیزی که یک آدم گپ میزنه یا ژورنالیست نه کارتون کنه نه یکم پرابلمه تأسف در اینجا که این ملت مسلمان با وصفی که کتاب الله در خانه شد در مسجدش و حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم که کتابای زخیم است امرایش است دنبال دموکراسی لعنتی کفری روان است داد از دموکراسی میزن و رئیس پارلمان و وزیر و رئیس دولت و مسلمان معلم هر کسی که هستی کلمه دموکراسی را دیگه از دهنت بنداز جواب دندان شکنه در مقابل کافر بده خبیث توسط این کلمه دموکراسی خود آخر زبان طعن در رسول الله پیش کردن کلم نعوذ بالله استهزاء و مسخره را نعوذ بالله به چهره رسول الله پیش میکنه تو خبر داری که ازمی دموکراسی و داد ازمی دموکراسی میزنه آیا دموکراسی که به احترامی رسول تو را نعوذ بالله روا بدانه تو دموکراسی را قبول داری؟ کلا قطعا قبول نداری ما میگم پذیرفتن دموکراسی مرادف کلمه کفر امی دموکراسی لعنتی امی اجازه را به عموم مردم میده ولی شما دیدی دنیای کفر برای مردار شدن چندان خبیث که به رهبری بشریت به مصلح بشریت
به شخصیتی که امروز در جهان او تو شخصیت پیش کرده نمیتونه، به او تو شخصیت استهزا کرده و استهزا کننده از او از بین میره. 46 مملکت با تمام کابینه های خود در تظاهرات شریک شدن. شریک شدن نشدن؟ شریک شدن. کدام پیغمبر؟ چه پیغمبر؟ پیغمبری که قرآن میگه رؤوف رحیم است. کدام پیغمبر؟ پیغمبری که میگه من قتل معاهدا لم یرح رائحة الجنه و ان ریحها لتوجد من 40 رسول الله. چقدر قدر قائل شده به یک کافری که فقط پناه میبره به یک مملکت اسلامی، مسلمان بر ازو پناه میده، معاهده میکنه تا وقتی که در معاهده موجود است. رسول الله میگه تعرض نمیتونی بر ازی. اگر تو ایره قتل کردی بوی جنت هم در دماغت نمیاد، در حالی که بوی جنت چقدر میره؟ یعنی به مسافه 40 کیلومتر یا 40 سال بویش میره، لیکن بازم بوی جنت در دماغ تو نمیاد. چه قسم شده میتونه که امروز امی کافر لعنتی که امی قسم امن و انتظام رسول الله برش قائل شده، امروز او به او قائل نیست، علیش استهزا میکنه. حدیث دیگه هم است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمه اما خبردار من ظلم معاهدا، اگر کافر است آمده در حیطه مسلمانات زندگی داره، از تو امن طلب کرده، ویزا گرفته، پیغمبر علیه السلام میفرمه کسی که ظلم سری معاهد کرد او انتقصه یا او را عیب جویی کرد او کلفه فوق طاقته، کار میکرد، امروز مزدوری میکرد، وظیفه اجرا میکرد و تو از توان طاقتش بالاتر او را مکلف ساختی، او اخذ منه شیئا یا از او یک چیزی را گرفتی بغیر طیب نفس، بدون از اینکه نفسی از او بری تو جایز بدانه یا از صمیم قلب برات بده. پیغمبر علیه السلام چی میگه؟ فانا حجیجه یوم القیامه، در روز قیامت مخاصمی از او یعنی دفاع کننده حق از او مستم. یک کافر لعنتی توی حدیث گوهرباری رسول الله را بشنو که پیغمبر برای امن شما به امت خود چی توصیه ها دارد. کدام پیغمبر است؟ پیغمبری که یک مجسم از رحمت است، پیغمبری که یک دم شفقت است. زمانی که لشکر میره، زمان زخم است، زمان درد است، زمان رنج است، تکلیف های زیاد دیده، تموت موقع رسول الله میفرماید توصیه میکرد که لشکر روان میکرد که شما زن نکشید، ریشسفید نکشید، کسی که در صومعه بوده کنیسه نشسته است با مسلمان ها سروکار جنگ نداره او را نمیکشه، اطفال نمیکشه، امی کافری که کشته ای را مسله نمیتونی. تو کدام پیغمبر استهزا میکنی؟ کدام شخصیت؟ آیا در جهان و مثل پیغمبر واره یک کلمه را از سقراط و لنینت، از هتلر و از بیلریت دیگه برای ما پیش کو، از کارل مارکس پیش کو برای ما که یک کلمه هم نزده باشه، یک کلمه احترام نزده باشه. در جهان کسی اینطور شخصیتی را پیش کرده نمیتونه که مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم واره شخصیت باشه. اما این کفار چون دشمنای دیرینه است، این کارا اتفاقی نیست، این کارا مفاجئتا ناگهانی نیست، این به مشوره، این به مؤامره، به نشستن، به تفکر کردن کلی کفار است. به خاطر از اینکه 1.5 میلیون مسلمان قلبش فجیع بسازه، قلبش دردمند بسازه، این مردم در سوگ محبت پیغمبر خود بشینه. اما ای مسلمان، ما تو چی مسئولیت داریم در مقابل ازی؟ و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم، ولی ما اینا بد نمیدانیم. الله متعال میگه یک چیز ما خیلی بد میدانیم لیکن او بهتر برای ما میباشه، سبب بیداری ما میشه، سبب توجه ما به رسول الله میشه که ما از رسول الله دفاع بکنیم. امروز فیسبوکتان، قلمتان، زبانتان، هر کس هر جا وظیفه داره حدیث پیغمبر را نشر کنید، حدیث پیغمبر را ارسال بکنید، در مورد اخلاق رسول الله حدیثا را نشر بکنید. و افسوس است که امروز مسلمان ها قدر و قیمت رسول الله را نمیدانند، محبت ها کم شده، دفاع از این خبیثا میکنه، دوستی با این خبیثا میکنه، دوستی با این یهود و نصارا میکنه، حتی دوستشان کم نشده، اعتمادشان سری الله نیست، سری کفار است، سری غرب و شرق است. ای افسوس به تو مسلمان که چه قسم بعد از اینکه رسول تو مورد توهین قرار میگیره. چرا؟ وقتی کشته شد به خاطر چی کشته شد؟ به خاطر کاریکاتور. امروز باز کاریکاتور چرا کشیده میشه؟ اگر یا بدانن که انشاءالله ای را بدانن، ای را بفهمن که اسلام نه در خانه خیمش باقی میمانه و نه در خانه پختش، اسلام داخل شده نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث گفته ای بدبخت غرب،
اگر هر قدر تلاش بکنی، اگر هر قدر خونی ای مسلمان از چنگت بریزه. شما دیدید 46 مملکت وزیرا و کلانایشان میره در فرانسه تظاهرات 1 میلیونی را برپا میکنه، هماهنگی را اعلان میکنه، وحدت اعلان میکنه. اما این فلسطینیا، این اطفالی که زیر بمباردمان اسرائیل خبیث کشته میشه، این خونای جویی که روان است، ایران نداره. این خونایی که در فلسطین روان شد، در افغانستان روان شد، در چچن روان شد، در بوسنیه و هرزگوینا روان شد، در کشمیر روان است، در سوریه فی الحال روان است، در عراق روان است. چرا این مردم نمونه وحدت انزجار نفرت در مقابل همینطور جنایتکارا اعلان کنه؟ خود جنایتکار است ولی ما فریب خوردیم. ملت مسلمان هنوزم طمع از همون جنایتکارا داره که امن بیاره، از همون جنایتکارا داره که مملکت ما را بسازه، از همون جنایتکارا این طمع توقع را داره که این مملکت را رونق بده. مسلمان بی عقل نشو. الله برات گفته ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تا وقتی که دموکراسی لعنتیش نپذیری، تا وقتی که زنیت دم جامعه نبردی، تا وقتی که دیوس نشدی، تا وقتی که اکسای زنیت قطعه کفار در اتاق گرفته نشوه، یا از پیشید راضی نیست. به الله قسم اگر شما پولی برات بده، به الله قسم اگر 1 روپیه برات بده، اینقدر اضافه نداره. این کشتارها، این جنگا به خاطر عزیز که ملت اسلام سرنگون شود، نامها مانده شود، تروریست و افراطگر و بنیادگر و رقم نامها گذاشته و مسلمانی واقعی و بیدار سرکوب کرده. ای مسلمان تو خبر شو، تو دنبالی از اون رو عمل بکن، نکن و موسیت نفروش، نگی. والله قسم رفته نیستی. امروز مورد امتحان هستی، میدان امتحان الله آمده که از پیغمبر چقدر دفاع میکنی.